ببین یه جوری میزنم تو دهنت خون بالا بیاری. الان به تبرک سر جاتا برمیگردم. محمد صبر کن. پشیمونم از داشتنت، از خواستنت. آره دیگه، چون خوشی زده زیر دلت. چی کم گذاشتم برات؟ هر چی خواستی بهت دادم، هر کاری خواستی واسات کردم. لعنتی، خب مشکل منم همینه. من همه چی رو باید بخوام و التماسش کنم، بعد ازت بخوام بگی دوستت دارم و بخوام بگی عاشقتم و بگم محمد گل دوست دارم، داری میای برام گل بگیر، بعد همه چی رو بخوام. جیغ نزن. مگه من واسه کی دارم کار میکنم؟ واسه کی زگ دو میزنم میجنگم؟ واسه کی پول داشته باشیم؟ نداشته باش محمد، من حتی راضیم سر کارم نری، ولی مطمئن باشم من دلگرمیتم. یادم بیاری برات مهمم، کارایی که دوست دارم و بدون اینکه بهت بگم برام بکنی، نه سر رفع تکلیف برای اینکه بزنی تو دهنم قر نزنم. دیوونم میکنی. بابا لعنتی، مگه من ماشینتم؟ مگه من موبایلتم هر وقت کار داری بری سراغش؟ من آدمم. محمد نذار ازت سرد بشم، چون موقع خودمم دیگه نمیتونم کاری بکنم. اینقدر از من متنفر بودی و نمیدونستم؟ اگه متنفر بودم میرفتم اینجا دست و پا نمیزدم که بفهمی منو. الان برو سر کارت، من همینجا میتونم. تکون نخور نشونه تفنگ های نقره دار